سلام، با من به یک ویدیوی طنز دیگه از سری طنزهای جالب و دیدنی دهه 60 خوش آمدید. دوستان، میخوام قبل از شروع این ویدیوی طنز در رابطه با طنز زیبا و دیدنی عبدلی و اوستا براتون توضیحات کمی بدم و بعد با هم بریم به دیدن این طنز جالب و دیدنی. این طنز رو چنان که مستظرید آقای جواد انصافی و امیر تشکر در دهه 60 بازی کردند که بیشتر مواقع در حضور تماشاگران زیادی این نمایش ها روی سن زنده بازی میشد. جناب آقای جواد انصافی در نقش عبدلی و جناب امیر تشکر در نقش اوستا بازی میکردند. جواد انصافی متولد 27 اردیبهشت سال 1330 در تهران بودند که ایشان به جز هنرپیشگی به کار کارگردانی هم مشغول بودند و بیشتر این نمایش ها رو خودشون کارگردانی میکردند و آقای جواد انصافی تنها کسی بودند و هستند که دکترای نمایش تختی یعنی درجه یک هنری رو کسب کرده و ایشان را همه به نام عبدلی میشناسند و شخصیتی بسیار مؤدب و توانا بودند و هستند که از دهه 60 در نمایش‌های تلویزیونی بازی می‌کردند. خب امیدوارم که این هنرمند بزرگ و توانا هر جا که هستند موفق و مؤید و سلامت باشند. حالا دوستان دیگه بیشتر از این شما رو در انتظار نمیذارم و انشالله در برنامه بعدی در رابطه با آقای امیر تشکر هم توضیحاتی میدم و الان شما رو دعوت میکنم به دیدن این طنز زیبای عبدلی و اوستا. این قسمت عبدلی لیسانس میگیره. عبدلی عبدلی بله. عبدلی بیا که آبروم رفت. چی شده اوسو جون؟ سنبال علیکم چی شده؟ سلام عبدلی جون. ها. عبدلی تو این روز عیدی پاک آبروم رفت. تازه خبردار شدی اوستا؟ از چی تازه خبردار شدم؟ اون که یه عمریه رفته. چی؟ آبرود دیگه. گامش خجالت بکش. منم حوصله ندارم تو همه این سر به سر من میذاری. حالا چی شده اوسو جونم؟ چی شده؟ عبدلی چی بگم؟ دست رو دلم نذار. لطفا به تیکای عبدلی خوب دقت کنین دوستان، ببینین چیا میگه. حجره این آقا تیمور لذتین طنز تو اون تیکه هاستا. میشکست و پامو اونجا نمیذاری. ای کاش خب چرا؟ آقا عبدلی تو که خبر داری. میدونی که همیشه بین من و این آقا تیمور رقابت بوده. آفرین. و اون چیزی که نبوده رفاقت بوده. آب باری کلا. بله. میدونی که منم همیشه چشم هم چشمی بین آقایون هم هستا، فقط بین خانوما نیست. لا اله الا الله. باز به این موهای من بکدی؟ آخه تو مو داری که بند داشته باشه. مثل جاش خجالتم نه نمیکشه. ببین چقدر صافه، مثل اتوبانای لس آنجلس میمونه. مثل جاش پسر خجالتم نمیکشه. خیلی خوب. بجا این کارو بپرس من واسه چی تو رو اینجا خواستم. آقا واسه چی خواستی؟ چی شده مگه؟ با همینو میخوام بگم. ببین آقا عبدلی جان، بله. این آقا تیمور واسه اینکه ثابت بکنه که از من سرتره و بیشتره، چند سالیه که مخفیانه این اسدالله شاگردشو بله. فرستاده کلاسای سوادآموزی. نه تو خبر نداری؟ نه بابا اون سیکلش هم گرفته. نه دیپلم گرفته. نه تو کنکور شرکت کرده. نه میخواد لیسانس بگیره. ای نبا نکبه، ای نبا هلنا، دهنشو عین قار با میکنه. نه چی اینجوری بگم؟ نه خوبه. لازم نکرده خیلی لوس کنی. خیلی لوس نکن. خیلی خوب. بذار این حرفا گوش کن ببین چی بهت میگم. بفرمین چی میگی؟ اما منم واسه اینکه ثابت کنم ازش کم نمیارم شروع کردم خالی بستم. باریکلا. خوب گفتم اینو نگاه کن. اگه تو اسدالله تازه میخواد بره لیسانس بگیره، لیسانس گرفته، ماشاءالله. چه دروغ گنده ای هم گفت ها. لیسانس گرفته؟ بودی که اوستان کور بشه اگه من گرفته باشم. اوستام کور بشه. علکی گفتم، خواستم جلوش کم نیارم. اگه
علکی گفتی خب اشکالی نداره اشکال نداره. اتفاقا یه اشکالی داره. چه من ناراحت همین اشکالم. اون چه اشکالی داره؟ واسه اینکه آقا تیمور باور نکرد که گفت واسه اینکه من بفهمم که واقعا این عبدال لیسانس داره یا نه بله. میخواد امروز پاشه بیاد اینجا عید دیدنی تو رو امتحانت کنه ببینه واقعا تو لیسانس داری یا نداری. پس این یه ذره آبرویی هم که باقی مونده قراره بره. آره ده تو نباید بذاری آبروی من بره. آخه مرد حسابی، من شب عیدی لیسانس از کجا بیارم؟ همه جا تعطیله بابا. بابا تو چرا اینقدر خنگ بازی از خودت در میاری؟ ها. اون که نمیاد از تو مدرک بخواد. و چی؟ تو باید با رفتار و گفتار و کردار خودت نشون بدی که راستی باسوادی، لیسانسیه‌ای. یعنی چجوری رفتار کنم؟ ببین عبدو جان، یعنی باید قیافه بگیری، بعد حرفای گنده بزنی. حرفای گنده عبدالی رو گوش کن، خیلی لذت داره اینجاش. بابا احسن، تو انگار اصلا 100 سال لیسانس داری. یا عاشقتم عبدالی، به مولا عاشقتم، عاشق این حرفاتم. شطور، فیل، قطار، خجالت بکش. حرفای گنده حرفای بزرگ شنیدی؟ شطور ما اوستا. خجالت بکش. اوستا هم قاطع حیوانات شده. تو که اینجوری آبرو من بیشتر میبری که. مرد حسابی، خب من همه چند کلاس بیشتر سواد ندارم. آقا چیکار کنم؟ تو غلط کردی. بله. تو بیجا کردی. بله. تو باید یه کاری بکنی که اون واقعا فکر کنه تو سواد داری. من زور آقا. بله زوره واسه اینکه آبرو من در میونه. اگه زور و آبروی شما در میونه پس خرج داره. یعنی ببین پاداشی عیدی چیزی رقم بیاد دیگه. باز من کارم به تو افتاد، تو دوباره از من پول خواستی؟ چقدر تو زودی پولو دادی؟ مرد حسابی خب خرج داره دیگه. لباس نو شیک و پیک میخواد، پیرن میخواد، کچوار شیک میخواد. خب اینو از اول بگو. مرد حسابی کت شلوار میخوای، خب برو کت شلوار منو بپوش. من میخوام برم گدایی. یعنی میفرمایی من گدا؟ نه بابا بلا نسبت گدایی حرفا چی شد؟ خجالت بکش. زبون گاز بکش. بالاخره آقا من نمیدونم، شما باید یه کاری کنی که این واقعا فکر کنه تو سواد داری. عبدالی جان، به جان عبدالی پولت هم میدم اگه بتونی یه کاری بکنی. یه پاداش حسابی برای من داری. جان تو. پس حالا که اینطوریه ها، از این به بعد عبدالی با سواد می شود. خیلی خوب عبدالی جان. باشه. ببین عبدالی جان، من خودم هم کمکت میکنم. من چند تا کتابای ادبی قدیمی دارم تو انباره. الان با هم دیگه میریم اونجا تمرین میکنیم، تو مشتی با سواد میشی. یک لیسانسی نشونه ی آقا تیمور بدم که دیگه حوث لیسانس نکنه. باشو بری. امیدوارم که دوستان این طنز رو پسندیده باشین. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار شما باد. خدا حافظ همه شما. تا دیداری دوباره، بدرود، به خدا سپردمتون.